مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشمی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های جنجالی کلاهبرداری شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا رو در طول این چند سال گذشته با خودروهای آتش‌خالی که تولید میکنن و از اون طرف با همکاری که با بانک‌ها دارن چه جوری جیب ملت رو میزنن و یک سود عجیب و غریب هم نصیبشون میشه و از اون طرف هم دولت هم دست داره در این نامردی و خیانت و اتفاقات مختلفی که داره رقم میخوره. و فکر میکنم که از این زاویه تا حالا کسی به این موضوع نپرداخته بود و خواهش میکنم که اگر براتون مهمه که اینجور اتفاقها توی جامعه نیفته و سرتون رو کلاه نزنن به معنای واقعی کلمه حقتون رو بخواید بگیرید، لطفاً این دست ویدیوها رو وایرال کنید و به اشتراک بذارید. چون بعضا من دیدم دیگه یه سری ویدیوهایی که من راجع به چاک سینه طرف و فلان طرف صحبت میکنم خیلی خوب دیده میشه، ویدیوهای زرد خوب دیده میشه، اما ویدیوهایی که بسیار مهمه و با زندگی مردم مستقیما در ارتباط هستش اصلا وایرال نمیشه. برای همین من مجبور هستم گاهی وقتا تیترهای از این دست عجیب و غریب بزنم که ویدیوها وایرال بشه و یه سری موضوعات شما باید به زور بکنی توی مغز یک عده. ماجرا از اینجا شروع شد که شرکت های سایپا و ایران خودرو تصمیم گرفتن که سر مردم رو کلاه بذارن. چطوری؟ اومدن تولید خودرو رو به حال انحصاری کردن، واردات خودرو رو به کشور ممنوع کردن. گفتن که هر فرغون و آتش‌آشغالی که ما تولید میکنیم مردم باید بخرن. مردم حق ندارن برن بنز و بی ام و و پورش و فورد بخرن. اگر هم میخوان بخرن بعد برن مدل های 2015 و 2014 به پایین رو بخرن. میدونید که توی خیلی از خارج از کشور، اونایی که خارج از کشورن شاید ندونن که داخل ایران مثلا خودروهای بروز بنز و بی ام و خیلی سخت وارد میشه، اصلا وارد نمیشه. مثلا رویز رویز و لامبورگینی و به قول بربچ لامبو و چیزهای مختلف خیلی سخت وارد کشور میشه. بنابراین اتفاقی که رقم میخوره این هستش که مردم مجبورن که خودروهای آشغال داخلی رو سوارشن. پراید و دیگه مثلا خیلی دیگه بخوام نر بکنن کیا و اسپورتیج مثلا یا ام وی ام و چیزهای مختلف. قطعا اونایی که توی ایرانن خیلی بهتر میتونن حرف منو متوجه بشن و ببینن که ما داریم راجع به چه موضوعاتی صحبت میکنیم. از اون طرف نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون مافیای خودروسازی که تو دست دولت گذاشتن و مافیا هم چجوری تشکیل شده؟ با دادن رشوه، با پولهای عجیب و غریبی که در پشت پرده به دست میارن. به هر حال اگر بخواد این قضیه اصلاح بشه نیاز به این هستش که توی مجلس یه قانون درست و درمونی تصویب بشه که آقا واردات خودرو آزاد بشه. چنین و چنان شرکت‌های خودروسازی میان باج میدن به نماینده‌های مجلس، پول میدن بهشون، پولای عجیب و غریب که آقا این مثلا 100 میلیارد تومان، این 200 میلیارد تومان، این پول خورده براشون. این چیزی که دارم میگم عددی کمیه. مالشون اصلا تو مجلس راجع به قضیه صحبت نکن، بذار ما تو همون فرغونی که مردم سوار میشن سوارشن و حقشون در همین حده. و فکر میکنم که یه قسمتی از مردم هم خودشون این قضیه رو پذیرفتن که لیاقتشون همینه. چون اگر یه دستن مجبورن یا دستن دیگه پذیرفتن که لیاقتشون همین آتش‌آشغالی مثل پراید و آتش‌آشغالایی که اینا تولید میکنن. از اون طرف اومدن قیمت خودرو پراید آشغالی که 2 میلیون هم نمیارزه تبدیلش کردن به یک ماشین 300 میلیونی و گفتن که این ماشین 300 میلیونه. بعد اومدن گفتن که نه، ما میخوایم یه لطفی بکنیم به شما ملت. هم ایران خودرو هم سایپا، جفتشون منظورم، حالا سایپا مثلا ما شد، گفتن که آی ملت، ای ملت غیور و شهید پرور ایران، ای ملتی که دلار رو از 4 تومن کردیم 60 تومن صداتونم بالا نیومد، گوشت رو از کیلویی 10,000 تومن کردیم 500,000 تومن، اجاره خونه یعنی هر چی کردیم تو پاچتون نه نگفتید. حالا براتون یک سورپرایز رو میخوام، یک حال توپ بهتون بدیم.
پرایدی که تو بازار 300 میلیونه میخوایم بهتون بدیمش 200 میلیون. مردم هم یه عدهشون گفتن نه بابا باورم 200 میلیون 100 میلیون کپ شده بابا، اون ماشین آشغالی 4 میلیون 2 میلیون هم نمیارزه. گفتن نه ما این حالو میخوایم بهتون بدیم، میکنیمش 200 میلیون تومان. نتیجتا چه اتفاقی افتاد؟ یه عده آدم دست به جیب حمله کردن به سمت وبسایت‌های ایران خودرو و سایپا که آقا بدویم ثبت نام بکنیم 100 میلیون ارزون تره. هرچند این پرانتز رو هم باید باز بکنم که یه عده مجبورن میگن ما همین 100 میلیون هم برامون 100 میلیونه. اون دولت انقدر زده تو سر مردم، انقدر سعی کرده مردم رو تحقیر بکنه، یه عده هم گفتن که ما مجبوریم، اگه این کارو نکنیم چی کار بکنیم. راست هم میگن آقا 100 میلیونه دیگه باید ارزون تر بخریم. تویی که خارج از کشور نشستی داره ویدیو ضبط می‌کنی، تو از جیب نرت میای به ما میدی؟ حرفش منطقیه. این برمیگرده به سیاست‌های کثیف دولت و سیاست‌های کثیف خودروسازها. پس مایی که این ور نشستیم تصمیم بر این گرفتیم که دست اون آدمایی که سیاست کثیف دارن رو بکنیم. بهتون میگم. خلاصه دیدن مردم هجوم آوردن، پشمای خودشون هم ریخت. آقا مردم دارن صف میکشن واسه خرید آشغالای اینا. گفتن نه. میام قرعه کشی میکنیم. چه اتفاقی افتاد؟ گفتن که از الان به بعد یه شکاف قیمت درست کردن بین بازار آزاد و قیمت کارخونه و به جای اینکه نهادهای امنیتی، دستگاه اطلاعاتی و امنیتی، مدیران، ناظران بیان برن یقه یارو رو بگیرن پوفیوس چرا قیمت کارخونه و بازار انقدر اختلاف داره به اندازه فلان هفت جده آباده، چرا انقدر تفاوت قیمت داره، اومد گفت نه دمش گرم ما بیام اون قرعه کشی رو قرعه کشی اومدن نظارت کردن. به جای اینکه این اختلاف قیمت وجود در همه جای جهان قفل این قضیه، در همین آلمان کارخونه بنز، بی ام و، به قول اونا میگفتن بی ام دبلیو، پورش، آودی، خیلی از کارخونه‌های خودروسازی اینجا هستن. اینا قیمت بازار کارخونهشون یکیه، فقط در ایرانه که قیمت کارخونه و بازاری اختلاف عجیب و غریب داره. گفتن خب حالا میریم قرعه کشی میکنیم، از اینجا به بعد ماجرا قشنگتر و جذابتر خواهد شد و به مردم با قرعه کشی جایزه خواهیم داد. و اومدن گفتن که به مناسبت یوم الله دعفت، چون میخوام یه چیز دیگه اینجا بهتون نشون بدم، دنبالش میگردم براتون، بله پیدا کردم، حالا جلوتر بهتون نشون میدم. به مناسبت یوم الله دعفت بسم الله والله از 13 بهمن ماه تا 22 بهمن ماه ما قرعه کشی داریم. بشتابید، میخوایم آتش آشغالا رو بکنیم تو پاچتون. ملت همیشه دست به جیب و البته یه ملت که ناچارن و یه ملتی که مجبورن و از اون طرف کنار همه این ملت یه سری آدم دلال هم وجود دارن، گفتن آقا بریم ثبت نام کنیم. نتیجه چی شد؟ برای 100,000 تا خودرویی که قرار بود قرعه کشی بکنن، اولا اعلام نکردن که چند تا خودرو رو میخوان قرعه کشی بکنن. یعنی پشمای شرکت‌های اپل و بنز و بی ام ریخته با این حرکت ایران. یعنی اونا از این حرکت الگو برداری بکنن دیگه تمومه دیگه، کل دنیا رو گرفت. میخرن نقد. گفتن آقا ما اعلام نمی‌کنیم که چند تا خودرو میخوایم به مردم بدیم. نه چرا؟ چون اینجوری مردم رو حشری‌تر میکنن که اصطلاحاً بیان و خودرو رزرو بکنن. گفتن اما این قضیه یه شرط داره. شرطش هم اینه که باید شما برید توی بانک یک حساب وکالتی باز بکنید و افتتاح بکنید و مبلغ 90 میلیون تومان توی این حساب بلوکه بشه. یعنی این پول دلیلش هم این بود. قبل از این میگفتن خب طرف میره 100 تا کارت ملی اجاره میکنه و میاد توی این سایت 100 تا اسم مختلف ثبت نام میکنه. ما به خاطر اینکه جلوی این قضیه رو بگیریم و چون ما آدم‌های باشعوری هستیم و چون ما آدم‌های با فکری هستیم و چون ما دلمون واسه ملت میسوزه و عاشق مردمیم و میخوایم عدالت اسلامی رو رعایت بکنیم، تصمیم بر این گرفتیم که مردم 90 میلیون پول بلاکه بکنن که یکی نره 100 تا خودرو ثبت نام بکنه، یکی یه دونه و همه به حقشون برسن. یکی نیست بگه آخه پوفیوز تو اصلا نباید قرعه کشی بکنی، تو باید اصلا خودرو رو آزاد بکنی، طرف رو آزاد این کار انجام بده، میای حساب وکالتی ایده میدی، همه میگن دمش گرم هادی پشمام حساب وکالت چقدر خوبه، 90 میلیون پول بلاکه میکنیم توی بانک و بعدش هم میریم تو قرعه کشی شرکت میکنیم. نتیجه چی شد که
خب طرف بازم میتونه همین کارو بکنه، یعنی بره با کارت ملی یه شخص دیگه کارت ملیشو اجاره بکنه، بره باش حساب وکالتی باز بکنه، باز بره تو این، یعنی زحمتش فقط یه ذره بیشتر میشه ولی باز میتونه همون کار رو انجام بده و بره 2-3 هزار تا حساب وکالتی باز بکنه که شانسش تو قرعه کشی بیشتر بشه. 100 میلیون تومان به حال فاصله است، 150 میلیون. خب از اون طرف چه اتفاقی افتاد؟ اینجاش جالبه. 1,814,579 نفر رفتن تو صف خرید خودرو. البته میگن که تو آلمان وقتی یه چیزی گرون میشه مردم نمیخرن تا ارزون بشه، اما تو ایران انقدر این سیاست آخوندی باحال و پشمریزونه، یعنی شما اگه نخری 2 روز بعد گرون میشه. یعنی خیلی باحاله، مگر اینکه مردم یه همت کلی بکنن که بشه اتفاق عجیبی رو رقم زد. خب 1,814,000 نفر ثبت نام کردن که 431,929 نفر طرح جوانانشو برداشته بودن که مثلا اونایی بودن که بار اولشون بود خودرو میخواستن بگیرن. 442,778 نفر طرح جایگزین بودن، یعنی خودروهاشون فرسوده بود، خودروها رو داده بودن که خودروی جدید بگیرن، آشغالای قبلی و فرغونای قبلی رو داده بودن که فرغون جدید بگیرن و 939,872 نفرم تو طرح عادی ثبت نام کرده بودن. خب تا اینجا همه چی عادیه. هر میگن خب دیگه حالا چه چیز پیچیده‌ای داره؟ اینجا به بعدش جالبه که قرار بود که این یه چی نشونتون بدم الان اینجا این باحال. ببینید از 12 بهمن ماه این قرعه کشی اتفاق افتاده بود، قرار بود که تا 25 ادامه پیدا کنه. شما فاصله بین بعد از اون طرف 12 وقتی که قرعه کشی شده مجموع پول هایی که بلوکه شده بوده میدونید چقدر بوده؟ اینو من بگم. مجموع پول هایی که بلوکه شده بود از 1,814,579 نفری که ثبت نام کردن برای خودروهای آشغالی ایران خودرو سایپا نزدیک 86,000 میلیارد تومان بوده. این در حالیه که کل ارزش سهام ایران خودرو 88,000 میلیارده. یعنی مردم اگه همت میکردن میتونستن کل ایران خودرو آدماشو بخرن. یعنی اگر این حرکت رو مردم میزدن میتونستن کلی از سهام بنز و بی ام و پورش و فورد رو بخرن، کل ملت ایران. یعنی این پولی که جمع شده و تقسیم میکردن کل ملت ایران، تازه میتونستن اون شرکت ها رو بیارن توی ایران با همین پولایی که بلوکه شده و تازه نیروی کارم از خارج از کشور استخدام میکنن، پاتون هم بذارید رو پاتون به اندازه ماهی 1500-600 یورو هم درآمد داشته باشید، کفی مینیموم ماهی 100 میلیون. اما این سیاست آخوندی باحاله، اومده و 86,000 میلیارد تومان پول ملت رو بلوکه کرده و نمیتونی ورش داری تو همون حساب وکالتی. خب ما حساب میکنیم از 12 بهمن ماه تا 25 بهمن ماه تقریبا میشه 14 روز. 25 میگه آقا من میام حساب قرعه کشی انجام میدم، 26 و 27 هم میخوام یه استعلامی انجام بدم ببینم حسابات درسته یا نه بررسی بکنم، 28 و 29 هم تعطیل، روز 30 میام اون 90 میلیونی که شما تو حساب وکالتی گذاشتید، اونایی که برنده شدن هیچ پولشون میمونه، بقیه پولشون آزاد میشه و میتونن پولشون رو بردارن. خب این وسط چه اتفاقی میفته؟ طبق ادعای خود بانک که میگه آقا من سالانه 21% سود میدم، پول این 86,000 میلیاردی که بلوکه بوده روزی 50 میلیارد تومنه. یعنی شما ملتی که دست تو جیبت کردی و رفتی توی این حساب وکالتی پولتو گذاشتی و بلوکه شده، مجموع این پولها سودش روزی 50 میلیارد تومنه که تقریبا توی اون 12-13 روز یا 14 روزی که پول شما هست اینجا با توجه به تعطیلات و چیزهای مختلف میشه هول و هوش 600 میلیارد تومان. یعنی 600 میلیارد تومان فقط سود این پول بلوکه شده است. پول تو جیب کی میره؟ پول تو جیب بانک میره. اون 600 میلیارد تومان مفت و مجانی، هیچ کاری هم نکردن، فقط شما پول تو گذاشتی برداشتی، هیچ کاری هم نکردن. پول تو جیب بانک میره، پول تو جیب شرکت خودروسازی میره، پول تو جیب
نهادهای ناظر میره، پول تو جیب نماینده‌های مجلس هم میره. یعنی شما با این کارتون، با این حرکتی که میکنید، عملا داری شرکت‌های خودروسازی رو پولدارتر میکنید که اونها راغبتر بشن آتش‌قال‌های بدتری رو بدن و آدم‌هایی هم که حرکت رو میزنن و ناظر هستن اصلا راجع به سود پول صحبت نمی‌کنن. سود این پول اصلا کجاست؟ کجا میره؟ از کی میره؟ و اصلا چرا باید قرعه کشی بشه؟ ببینید این با یک سیاستی خودرو رو به کشور ممنوع میکنن، قرعه کشی هم برگزار میکنن که قرعه کشی بکنن که سود پولش رو به دست بیارن که بتونن حالش رو ببرن. حالا این سود پول کجا هزینه میشه من نمیدونم. بعد میان میگن که تو اسلام گفته که نزول حرام است، بانکداری بدون ربا و این حالا اون 100,000 تا خودرویی هم که قرعه کشی کردن مجموع پولشون میشه 10,172 میلیارد تومان. کل اون پول هم خودش سود دیگه داره که میره تو حساب اینا تا تیر ماه سال دیگه بخوان خودرو رو تحویل بدن. یعنی از الان پولش رو میگیرن که تیر ماه تحویل بدن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. خواهشاً اگر میتونید ویدیو رو به اشتراک بذارید برای دوستان خودتون که آگاه بشن و متوجه بشن که این شرکت‌های خودروسازی با این خودروهایی که قرعه کشی میکنن چه کلاهی دارن سر این ملت میذارن و هیچ وقت نمیان راجع به این قضايا شفاف سازی بکنن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.